سلام دوستان، به چنل خودتون خوش اومدید. امیدوارم صبحتون رو به خوبی آغاز کرده باشه. بچه چند تا کارت جدید اومده که بهتون میخوام معرفی بکنم و کار دیلی کومبوی امروز رو بهتون معرفی بکنم، نشون بدم. بعد همینطور که میبینید کارت یوتیوب گولد باتن تو قسمت اسپشیال هستش، یعنی این طرف نگاه کنید، یوتیوب گولد باتن و همه یوتیوب چنل. بله، 5 میلیون کارت رو گرفتیم. 2 کارت اینترنت هم ضعیفه. بعد 2 کارت کنار هم دیگن. کارت سومی سپورت تو قسمت نیو کارت جدید اومده. این کارت بگیر و تایمر هم داره، دقت کنید، سریعتر بگیرید، ارتقاش بدید تا به پرافیتتون افزایش زیاد بشه، تا پرافیتتون افزایش پیدا کنه. و همینطور کارت های جدیده که مشاهده میکنید، 8K پرافیت لول 3، 19K پرافیت لول 11، لول 12 7K پرافیت لول 12 35K. و تو قسمت اسپشیال واقعا پرافیت خیلی خوب میده کارتاش. و 2 کارت دیگه هم اینجا داریم که باید با فرند، یعنی فرند، یه دونه فرند باید داشته باشین یا اینوایت بدین، اضافه کنین تا کارت قفلشون براتون باز بشه. نمونهش کارت لاینسنس ترکیه 3K پرافیت داره، واقعا عالیه. کارت فیلیپین هم هستش که شما باید اینوایت داده باشید و براتون قفلش باز بشه. بچه واقعا پرافیت فوق العاده ای میدن. این قسمت لگال و اسپشیال واقعا پرافیت خارق العاده ای میدن. یعنی شما دقت داشته باشید، 13K 21K 46K 70K، مخصوصا کارت های آخری. بچه هم استرکون بعدم که تیمشون اعلام کرده که تا چند هفته یا چند روز آینده قراره همه کمت لیست بکنم. حتی گفتن از نات کوین بهتر بشه، حالا چیزی خودشون گفتن. بعد اعلام هم کردن که پرافیت مهمتره. اگه برای بار آخر رو به قول خودشون گفتن خیلی زیاد این سوال میشه پرافیت یا سکه. بمون پرافیت مد نظر تره تا سکه. و بچه اینم از کارت های جدید بود. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.